و در گروه ای بیدونوال متوجه میشویم امکانیت و با زدن گل دست میبرد فوتبالبازان ما. حساب دیدار اکنون 1-0 میگردد با مانند بازی بر مقابل 8-1 نیوی. این مسابقه قرار خیلی هموار بنماید ضربه جانب دروازه و گل. مشاهده کرده شده این پرتاز نوبتی به داخل جریمه گل امکانیت برای زدن گل و گل. حساب دیدار 3-0 دوستان عزیز. آفرین سام شویف و این حالت بازیگذاری کرده می شود. خیلی هم زیبا ضربه جانب دروازه وضعیت خوفناک و حساب دیدار 4-0 میگردانند بازیگران کشوری ما. ببینید که از کنار چگونه ضربه کنجی رو خیلی خوب هم بازیگذاری کردن همگان رو. گویم که منتخب ما رو در نیمه اولی دقیقه 30 رقابت به در رساندن و نیمه دوم شروع نگردیده فوتبالبازان کشور بازم یک گل دیگر رو به هدف میرسانند و حساب بازی اکنون بینندگان ارجمند و هیچ گلی رو به طور دروازه خود سر ندادند. به حمله فوتبالبازان ما متوجه میشویم. خورشید دولت زاده ضربه و حساب دیدار 6-0 بینندگان ارجمند در نیمه دوم رقابت ما و شما متوجه. مجاوب شوبایسدینوف خود جبر دیده به نزد توپ می آید. ضربه و دروازه‌بان توجه خویش هم نجنبید و مجاوب شوبایسدینوف حساب دیدار را دوستان عزیز 7-0 میگرداند به نفع منتخب و با همین دوستان عزیز صدایشته که دوور بلند میگردد منتخب توشوز سوله تاجیکستان با حساب 7-0.